اردویشانه کشتن باشن صدیق بودن حالا برو نمانشانه از این طرف گریختن حالا نمانشانه زود شو من خودم میبرم. میگه که بر اولادایت بگی. خیر ببینی. خداحافظ. خداحافظ. آباد باشی. تبریک باشه. خیر ببینید. سلام علیکم. مالک کجاست چی بودن نکرد؟ از گشنگی کشتی ما. سلام مادر جان، بیا ببین مهمانای پدرم برام چه چیزهایی آوردن. مادر بیا ببین. ببین بیران. دسکل ببین چقدر خوب زریست. لب سیرید. کمان. این شال. ببین شال. مادر ملا صاحب است؟ نه ملا صاحب را کجا؟ طرف سرک را. چی که پسم شده خیرت است؟ بله از خدا زندگی دخترم برباد میکنن. چرا؟ این ستار ظالم خدا ناترس یک خوش دخترم نامزد کرده به عبدالعزیز. این خو گپ بد نیست. این بازی رسم رواج از این قریه است. دخترم 9-12 سالش ده. اون مرده که 40-50 سال آدم است. حالو رو به زور نگرفته، در بدل تویانه دادیش. درست است. این ستار خب یک معتاد آدم است. عقلش در کجاست؟ به فایده خود کار نمیکنه، باز به فایده دختر خود کار میکنه. اختیار هر دختر به دست پدر است. این که معتاد باشه یا نباشه. درست است ملا صاحب، ولی از خدا شما چیزی کنین. شوی ما خوب عقل است، نمیفهمه. من امروز دیدم که در روبرویش 2 نفر شاید عبدالعزیز شیرینی گرفته ستار. ما پیش شما آمدیم، حضور میکنم ملا صاحب شما یک کاری کن. حالا پشت از این گپا نگرد، بسیار وقت تیر شده. فقط آمادگی توی بگیرین. ملا صاحب سگا من کار کشیدم پرده رو بند خانه رو جور کن اینقدر کارا رو ما چی میکنه. سلام علیکم. علیکم. بیا به وقت رسید. بیا قمر. من کار کشیدم پرده رو جور کن دیوالا رو رنگ کن خانه رو جمع جور کن. از برای خدا چی حال است؟ بیا قمر پرده رو یک شتو بند کن، یک شما بند میکنم. خیلی مانده شدم از کار. هیچ خوب نیستی. چرا؟ چی شده؟ با ستار برای چیزی گفته؟ کاش که چیز بگم. بی‌نظیر به عبدالعزیز بیادر دادم، نامزادی ساختم. الله تو یک زن هستی از دل من میایی. مانی از این گپ شو برو کلش گپ بزن. از اسم چیزی پورا نیست. ببین سرمده خانه صفحه شد. از عبدالعزیز مرا به شوهر نداد، بدبختم کرد. کاش که از اسم چیزی پورا این بود. من نتانستم از حق خود دفاع کنم. چطور میدانم که کمک کنم؟ خیمت ببین
خودشان دو تا زن میگیرن و مرا نرادن به شوهر. در خانه مرا پیر ساختن. چطور کنم؟ خیلی من کجا برو؟ خدا یه رو ناراحت کنه. خدا جزاش بده که در حق من ظلم کرد. برو کت خودش گپ بزن. من هیچ چیز از دستم پورا نیست. کت خودش گپ بزن. من خود نمیتارم گپ بزن. کت خودش گپ سر ما خود ظلم است نه. خیر کت خودش گپ بزن. جانان اگه که قدت به گل میمانه آستا برو مای من آستا برو. سلام علیکم. و علیکم. میخواستم چیزی بگویم. 1000 دفعه بگو. من از معامله شما و ستار خبر نداشتم. کتم سلام مشوره نکرده بود. ستار مرد است، پدر است، حقدار است. جایی کو باشه دیگه تو را صبر است. او شیرینی داده، حالا دیگه دخترت نامزادم است. بی‌نظیر بسیار خورده است. شما کجا و بی‌نظیر کجا؟ خورد چی میکنه؟ از او که در خوردای صاحب اولاد و صاحب زندگی؟ سر ما و دخترم رحم کن. بی‌نظیر بسیار خورده است. عبدالعزیز خان عذر میکنم، زاری میکنم. بس است. در پای حساب ما خراب نکن. با ما چه کس تو مشوره گرفته یا نه؟ حالو دیگه نامزادم است. او ناموس ما شده. فهمیدی یا نه؟ زیر پای ما را میفهمی؟ به خاطر ننگ ناموس خون خود میریزان. دختر من بسیار خورده است. رحم کن. پای میلا کو. زن بی حقن. رحم کن. سر دخترم رحم کن. گفتم پای میلا کو. ما بسیار بزرگ هستیم. عبدالعزیز سر دخترم. حساب ما زیاد خراب نکن گفتم. رحم کن عبدالعزیز. اینا کو گفتم. عبدالعزیز. اینا بده. بلی از خدا. ستار میفهمم که تو زنی عذر. لوده و بی حقل مشوره نمیکنه. سر من بسیار خورده است. عبدالعزیز. رابطی. من چطور کنم؟ ای خدا من چطور کنم؟ ای خدا من چطور کنم؟ همی که نامزاد شدیم همه چیز الا کردی و رفتی. 20 سال گم بودی. رفتی که پیسه دار بیایی. آمدی یک آدم پودری. چوب باش بانی قصای ناقه. طلای ما فروختی چیز نگفتم. لطو کوبم میکنی چیز نمیگمد. خرچ خانه رو خودم میارم. هیچ وقت دان خدا واز نکردیم. اما در قسمت زندگی بی‌نظیر ما چوب شیشته نمیتونم. توی حق نداری تصمیم زندگیشه بگیری. شنیدی؟ زور دوستان پرنده نمیباره. یک لک نشی ما خراب چاقچی. مادر تو چه رقم یک آدم هستی؟ چطور دلت نمیسوزه به دخترت؟ خود دختر از 12 ساله دختر است. دادی به یک مرد 50 ساله. سبا روز امور یک چیز شب بفته بماره. امیری کی جمع میکنه؟ سرنوشت از این چطور میشه؟ یکم چرت زدی؟ سیکو من زیادتر کار میکنم. من پیسی پودرتان میتم. مگر بلی از خدا نمان زندگی دخترت خراب شوه. واجیم دادن. ما هم خودم نفهمیدم که چی کردم. حالا گو خدا پشیمان هستم. حالا دیگه دیر شده. نه ای دیر نشده. باور کن ما کلی چیز پلان کردیم. امروز از اینجا میریم. کسی خبر نمیشه. دیوانه شدی وزن. گیری ما میکنن پست ما میکنن. هیچ کس خبر نمیشه تا که مردم بفهمن ما از اینجا گریختیم.
تو بابان کار چیزه ستار نمان زندگی دختر ما برباد شوه ولی از خدا مادر سلام علیکم. وارد پدرم گفت بالکت ما خیشی کدی نمیمونید خوارزار شوی. بگی پیسره. زنده باش. ستار واسکو چرا دروازه رو قلف کردی چی بال آدم است مادر چرا؟ ستار چی میکنی چرا دروازه رو قلف کردی ستار چی میکنی ستار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مادر بی‌نظیر چرا میترسم بی‌نظیر آرام چرا پدرات تن؟ اشتباه چه میگونی برو خالی شوی؟ دختر رو جای نمیره باشه دختر رو جای نمیره گفتم نمیره نمیره باشو مادر گوش کردی دخترتو برد میکشه باقی بکشه تنیست بدبخت مرد بیشرف عبدالعزیز دخترم کجا میبری عبدالعزیز بی‌نظیر باز کن دروازه را بی‌نظیر باز کن چی؟ مغزت خراب است. چی میگی؟ کجا میبری دختره؟ بردن نمیتونی. ایلاش بده. بردن نمیتونی. دخترم ایلا بده بی‌نظیر برو بردن نمیتونی. کجا میبری؟ ایلا بده خدا برو بی‌نظیر تو برو بی‌نظیر تو برو کم ظرف کم صفر. مادر دوشانه کشتن بچه سیدک بودن از خیلی برا بودن از دو چکو بریختن از این طرف بریختن مامان که بریختن بی‌نظیر